سلام، امروز با اولین قسمت از برنامه خودمونی در خدمتتونیم. همراه با دوست عزیزم یوسف جان، رتبه 1 آزمون علوم پایه شهریور 402. خب یوسف جان، ما توی این برنامه یک سری سوالاتی داریم توی دو بخش. این سری سوالات عمومیه که حالا برای همه مطرح میشه. یک سری هم سوالای اختصاصی بچه‌هاست که قبلا پرسیدن از ما و گفتن که از شما بپرسیم. توی بخش اول ما یه سری خب دروسی داریم توی علوم پایه از آناتومی، فیزیولوژی، اینا. هر کدوم از اینا اگه میشه توی دو بخش بررسی کن. هم برای امتحانات چه کار کردی طول این 4 ترمی که گذشت، 4 ترم علوم پایه، هم برای خود آزمون علوم پایه چه برنامه‌ای براش ریختی، چه توی هر ترمی که داشتی آیا دیدگاهی به علوم پایه داشتی، همون مثلا ترم 2، یا اگه ترم 4 بوده ترم 4 چجوری این برنامه رو ریختی که همزمان هم به درسای ترم 4 لطمه نخوره و هم به این درسای علوم پایه. خب قبل سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیزی که این ویدیو رو میبینن. امیدوارم که مطالبی که توی این ویدیو گفته میشه براتون مفید باشه و توی ادامه مسیر بهتون خیلی کمک کنه، ابهامات که تو ذهنتون هم هست رو کمی کمتر کنه انشالله. و بالا در تو این سوالی که پرسیدی حسین، بالا دونه دونه با هم درس‌ها رو بخوایم بررسی بکنیم جدا. خب میخوای از درس آناتومی شروع کنیم؟ درس آناتومی شروع می‌کنیم. خب البته می‌دونی خب فرق می‌کنه دیگه، هر دانشگاهی یه سری دانشگاه 4 ترم است علوم پایش، یه سری دانشگاه 5 ترم است. خب دانشگاه ما 4 ترمی بود علوم پایش که ما درسی که ارائه شد بهمون تقریبا ترم 1 آناتومی اندام‌ها رو داشتیم و ترم 2 مبحث سرگردن و توراکس رو کار می‌کردیم، ترم 3 مبحث ابدومن و پرینر کار می‌کردیم و ترم 4 هم نوروآناتومی بود کلا و حالا بحث حواس ویژه. و خب حالا ما کلا هر بستگی داشتیم چون اساتید هم فرق می‌کنن. یه سری اساتید محوری که انگار اون بیس تدریسشون خب نزدیک بود واقعا به مطالب آزمون و خب راحت‌تر بودش کار واسه ما، ولی خب این اساتیدی که همین جزوه‌شون کلا فرق داشت. نه محوریت چون می‌دونی به هر حال آزمون هم اصول داره دیگه، از رفرنس هایی که اعلام میشه سال‌تر میشه. خب اساتید ما یه رفرنس که نداریم، متعدد هستن. بعضی با یک سری دیگه کار می‌کردن و رفرنس می‌کنیم ما از به قول معروف محتویات تدریسشون از آزمون دورتر بود. با هم اون بیس و شاکله اصلی درس تو همه یکی بود. ولی خب کار که می‌کردیم اونقدر به اصطلاح مطالعه علوم پایه دور از مطالعه دانشگاه نبود. من همیشه میگفتم که حالا رفرنس خوندن من خودم زیاد اهلش نبودم چون کار واقعا سختیه، من حداقل واسه من خیلی سخت بود. ولی خب مثلا این کتاب علوم پایه یا مثلا به خصوص تست هاش خیلی مفیدتر بود چون به قول معروف به شما دید میداد که اهمیت هر بخش کجاست و شما روی کدوم مطالب متمرکزتر باشین، روی اونها وقت بذارین تا بتونین نتیجه بهتری بگیرین. و من همیشه توصیه می‌کردم که آقا شما می‌خواید بقیه دانشگاهتون بخونید، در کنارش مثلا سوالاتو هم نگاه بکنید ببینید از کجا میاد. بعد مثلا ما یه سری مطالبی داشت مثلا توی اون چارت بودجه درسی ما اصلا اون کورکولوم درسی ما نبودش، چیزی توی دروس خاصی نبودش. مثلا ما درس برای مثلا دانشگاه خودمون ویروس شناسی مثلا تازه از زمان ما واکسن و اینا به چارت درسی اضافه شده بود، به ورودی قبلی ما نه، والا از زمان ما اومدش. و خب اینا خیلی باز اونا تو مطالب علوم پایه بود، ولی تو دانشگاه مختلف تدریس میشه یا نه. به همین میگم یکم کار سخته، یکم اینجاش یکم این چالش ایجاد میکنه که من همیشه میگفتم اون درس دانشگاه بخونی و تست‌ها نگاه کنی که همین اختلافات جزئی رو بتونین پیدا بکنید و خیلی بهتون کمک میکنه. من یک سوال داشتم، شما مثلا ترم 1 که آناتومی اندام داشتی سوالات علوم پایه‌اش هم که طبقه بندی موجود بود دیگه، اونا هم بررسی می‌کردی؟ اونا رو نگاه می‌کردم اون موقع. آره با بچه ورودیمون اصلا زمان می‌کشیدم می‌ذاشتم نزدیک ایام امتحانا می‌ذاشتم آقا این سوالات علوم پایه مثلا که اون موقع من یادم میان ترم اندام فوقانی بود، این سوالات علوم پایه‌اش مثلا بیوشیمی سلول مولکول موقع مطلبی که ما داشتیم تو میان ترم بیوشیمی سلول مولکول یادم مبحث آنزیم ها بود که حالا اون مهار کننده انواعش و تایپشون بچه‌ها همین زحمت کشیدن می‌ذاشتم. من خب تو فکر کردم اولم بود توی ذهن بچه‌ها، به قول معروف یک دیده به آینده بودش. خیلی کمک می‌کردش و در کل میگم خیلی مسیرش از هم جدا نیستش دانشگاه و علوم پایه. پس شما برای امتحانات پیش‌رو میومدی همون جزوه اساتید رو می‌خوندی
بعد یه نگاهی هم حالا به علوم پایه داشتی، یعنی سوالات علوم پایه حالا امتحان اندام داشتی، میومدی سوالات اندام هم یه بررسی میکردی در حد دید داشتن از دور. نه در حد دیدش واقعا کمک میکرد. مثلا یعنی واقعا وقت میذاشتی براش. مثلا میدیدی شما یک استادی خب تدریسش منطبق‌تر با آزمون بود. خب آره. عملا سوالات آزمون، سوالات علوم پایه که شما میذارید داشت نمونه سوال انگار شبیه نمونه سوال استاد بود، نمونه سوال جزوه بود، خیلی کمک میکرد. ولی خب مثلا ترم آخر یه اساتید خب این یکمی چون مسیر دورتر بود یکم کار سخت‌تر میکرد، چالشی تر میکرد. ولی در کل میگم خیلی مسیرش اصلا جدا نیست. بعد برای درس آناتومی شما مثلا رفرنس آناتومی گره یا نتر؟ من کتاباشو حالا نتر که اطلس بود ولی نتر رو اکثر استفاده میکردن. من خودم داشتم که داشت ولی اونقدر استفاده نکردم. چون اون موقع جزوه اکثرا داشتش اکثرا. گرفته بودن ولی استفاده نمی‌کردم. حالا جزوه خوب بود واقعا. حالا بچه‌ای که بعضی‌هاشون جزئیات خوبی ندارن پیشنهاد می‌کنید در کل از نتر بخونن دیگه. آره. چون می‌دونی کلا آناتومی سرچ کردن توش یکم سخته. این ریزالتایی که تو گوگل میاد یکم بده اصلا. بعضی‌هاش یکم سخت پیدا میشه. بعضیا نمی‌خونن با حرفای اساتید. ولی مثلا من گره فور استودنت هم داشتم. ولی خب واقعا زیاد وقت نشد. من ترم یک خب ما هنوز توی دوران کووید بودیم و خب مجازی بود. نمیرم خیلی وقت زیاد. آره. ولی بعد اون واقعا نشد و حالا مثلا ما داشتیم مثلا ترم 2 و ترم 4 حواسی ویژه و ترم به اصطلاح آناتومی توراکس. ما خب استادمون خودش کتاب داشتن. اونو کتاب معرفی کرده بودن. خب کتاب خیلی خوبی هم بود. ولی خارج از استاد محمدی پور دیگه حالا کتاباش هم واقعا کتاب خوبی. من معمولا اسم نمیارم ولی چون واقعا کتابش خوب بود مثلا تشکری هم ازش بکنم. خب برای درس بافشناسی چطور؟ یعنی بافشناسی کلا من خود من فکر کنم تو آناتومی 3 تا یا 4 تا غلط داشتم. 3 تا فکر کنم 2 تا آناتومی بود یه دونه بافت بود. اون بافتی هم که ما غلط زده بودم من خودم میگم مثلا نبودش توی یعنی این کتابای کمک درسی نبود و واقعا یک سال ارزش نداشت که آدم بخواد کلی جان کوی را بخونه. جان کوی را کلا من میگم کتاب خیلی خوبیه چون حالا مثلا شبیه منبع کتابای دبیرستانمون بود، رفرنس اون بود، متنش خیلی نزدیک بود به اون، بچه‌ها دوست داشتن. حالا من اون فصل سلول موکولش اول برای بچه‌ها سخت اندامک و ارگانت‌های سلولی ولی بقیه‌اش خیلی خوب بود. با این حال من خودم توصیه نمی‌کنم کسی بخواد اون کتاب بخونه چون خیلی حجم مطالب زیاده و سوالات هم چون سوالاتش کمه. خب سوالات کمی که میاد طبعا 12 تا 10 تاست. تقریبا اون موقع اون حجم از کتاب خیلی وقت نمی‌کنه وقتی اون همه تیتر هم داره سوالات ریزوتر بکنه. عمومیت مثلا گلدن در دیگه هم از هر چند تا تست بافشناسی کرده میگم 10 تا گاهی وقتا 12 تا از 12 تا هم اگه باشه بهتره. 2 تا تستش میاد تو قالب‌های جدیدی که نبوده تو آزمون‌های قبل سوال تمش و اگر 10 تا دیگه‌اش اگه شما سوالات خوب تحلیل کردید قطعا تو اونای خودش یا مشابهش پیدا خواهد شد. یعنی از 12 تا سوال 10 تا شاید تکراری بود. تکراری من نمیدونم ولی مشابه بود. یعنی اگه شما روی سوالات مسلط بودی کتابای کمک درسی که بر اساس نکات و آزمون‌ها و خلاصه‌ها نوشته شده بود و کار می‌کردین میتونید سوالش حل بکنید. حالا اینکه تکراری بوده من واقعا یادم نیست. درس بعدیمون خیلی درس چالشیه، درس جنین شناسی. ببین کلا جنین من خدمتتون عرض کنم ما یکی از حالا به نظر من خوششانسیایی که آوردیم بودش که جنین و زمان ما تو همون دوران یه ترم مجازی ما بود جنین عمومی یعنی تا مثلا 8 9 فصل اول کتاب لانگمن. آره قبل دیگه با سیستمی که بگید بحث کنیم و خب من خیلی وقت داشتم روی اون همون موقع اصلا برای اروپا هم من یادگیری خودم چون یه سری چیزاش مثلا یادم اون نوتوکوردی که حالا بچه‌ها بهتر من یادم رفت عکس اون نوتوکورد چجوری از اون صفحه میادش یه لوله میشه بعد اون لوله جمع میشه مرجعش بسته میشه. خب اون توی درک سه‌بعدی واقعا توی کتاب سخته، توی عکس کتاب سخت بود. واقعا یکم بچه‌ها مثلا از یوتیوب می‌خواستن استفاده کنن. آره من خودم کلیپ‌های یوتیوب می‌دیدم. خوبی کنن جنین شناسی شما یه بیس خوبی داشته باشه. حالا ارگان کنن یه بیس خوبی از اون اوایلش داشته باشین اون عمومیش مخصوصا تا اون 5 6 فصل اولش حالا چه اون تراتوژنا کاری نداره. آره خیلی بهتون کمک می‌کنه. یا مثلا یک فصل خیلی کوچیکه که تو همون لاگا بس هم حفرات بدنه تو هم بحث جنین پایی هم هستش. اون خیلی به درد شما خواهد خورد تو چه تو بحث گوارش چه توی بحث ناحیه حالا سیستم
کلیه و اورژینیتال خیلی بهتون کمک خواهد کرد. و لایمن اینا اصلا لازم نیستش، اصلا لازم نیست. ما مثلا آزمون ما که جنینش خیلی آسون بود، من همش یادم زدم بگم ساله روتین بود. حالا آزمون ما، من آزمون دیگه تقریبا اکثرا تکراری بود، حتی شاید بگم تکراری بود. بچه‌ها اکثرا نکات پرتکرار این سالهای گذشته رو میدونستن، مثلا این منشأ و اینجور چیزا که همیشه تکرار میشه دیگه. آره میگم خیلی، چون نکات بولد زیاده و تعدادش هم سال کمه، طرح اونقدر به قول معروف ریسک نمیکنه که از نکات اصلی غافل بشه به خاطر وارد سوالات جزئی بشه، چون دستش بسته است واقعا تو این. آره. درباره درس فیزیولوژی چطور؟ من کلا بخوام یه درس شما مثلا کنید رفرنس رو مطالعه بکنید، درس فیزیولوژی واقعا خوبه. هم به درد مقاطع بعدیتون خواهد خورد درس فیزیولوژی و واقعا همه فصلاش کاربردی هست. بریم من الان بخوام فیزیولوژی کلا از ترم یک برگردیم. من توصیه میکنم بچه‌ها اگه وقت دارین از همون بچه‌ای که مقطعشون پایین‌تر از همون اول گایتون رو شروع کنیم بخوندن. واقعا تنها درسی که تو کل دروس علوم پایتون رفرنس واسش خوبه فیزیولوژی گایتونه، خیلی میتونه واسه کمک کنه، براتون مفید باشه و حتما سعی کنید ازش استفاده کنید. ولی حالا اگه شما مثلا زیر وقت داشتین، به هر حال حجم مطالب بالا بود، درس دیگه‌تون بودش یا وقت نداشت کلا به هر دلیلی، خلاصه گایتون کتاب خوبی با حالا قطعاً چون کتاب خلاصه سی چیزایی حتی برای آزمون علوم پایتون هم میس میکنه یه سری مطالبی، ولی با هم کتاب خوبیه. برای استفاده کتابی کمک گشتم خیلی خوبه. اونم خوبن تا در کنار کتاب خلاصه گایتون میتونه نمره خیلی بالا، اگه مسلط باشین مطالب نمره بالایی واسهتون بیاد تو درس فیزیولوژی. مثلا میتونیم بگیم اگه 36 تا سواله 30 تاشون میشه با کتابای کمک درسی رفت جلو، برای اون 6 تا نیاز به گایتون داشته باشیم. آره دقیقاً همینطوری. ولی کتاب کمک درسی من تاکید میکنم به فکر یه دور خوندنش، فقط یه دور صرفا شما روزنامه با خوندی نه، باید بلد باشی. مطلب من اینطوری سال تو عوض میگم کسی که بیسش خوبه، حالا بیس خوب اگه نمره 20 گرفته باشه، یاد گرفته باشه مطلب رو توی زمان همون ترمش، کتاب خلاصه هم یه دو خونده باشه و حالا یه نیم نگاهی هم به گایتون یا خلاصه گایتون داشته باشه، نمره بالایی واقعا بالایی میتونه تو فیزیولوژی بگیره. سوالا هم بلد باشه، سوالا کار کرده باشه، قطعا مثلا کار سختی نیستش. شما طول ترم 1 و 2 و 3 خود گایتون اگه وقت می‌کردی می‌خوندی؟ ترم 4 خلاصه شاره؟ ترم 4 واقعا وقت نشد دیگه، امتحانم خیلی فشرده بود، مثل همین تایم الان با پارسال دقیقاً تایم خیلی فشرده واسه همین زیاد وقت نشدش. ولی ترم قبلش سعی کردم تا حدی. من فهمم 1-2 تا غلط داشتی دیگه توی فیزیو. آره تو هم فیزیو، ولی واقعا اون دو تا تست دیگه اصلا دیجوره بر نمیومد. حتی گایتون هم می‌خوندم غلط می‌شد، چون واقعا سالش دیگه جایی تر چالش دار بود، اصلا مشابهش هم نبود قبلا. برای درس عفونی‌ها چیکار می‌کنی؟ درس عفونی بچه‌ها ببینید، عفونی ما واقعا آزمون زمانه آزمون آسونی بود. من خودم خیلی استرس عفونی‌ها رو داشتم، ولی خب کلا عفونی که برای ما طرح شده بود سالاش خیلی خوب بود. من همه عفونی‌ها کامل زدم، غلط نداشتم. حالا دونه دونه بخوام شروع کنیم از باکتریش رو. آره درس اصلی. ببین بچه‌ها باکتری کلا من توصیه می‌کنم از اول تو همون ترمتون یاد بگیرید. حالا هر ترمی که بتون دانشگاهتون درس ارائه میده، واسه ما خودمون عفونی هم پخش بود دیگه، مثلا ویروس ترم 2 بود، باکتری 3 بود، انگلاقاش ترم 4. من یکی از دوستام هستش میگه آقا ما کل بلوک عفونیمون ترم 4. حالا هر دانشگاهی سعی کنین اصلا اول بچه‌ها یاد بگیرین اینو. خب چون کلا میگم مثلا تعداد زیادی باکتری مطالب مختلف دارن، مولکولی دارن، اپیدمیولوژی دارن، مثلا بیماریزایی دارن، درمان دارن، این خیلی حجم کار بالاه و خب واقعا هم اینا رو شما حفظ کردین هفت لایفش واقعا میگم میشه 2 هفته بیشتر نیست، زود یادتون میره. و کلا سوالایی هم که میاد شما با اون کیورد ها میتونین آره از هر باکتری هم کیورد ها میتونین سوالش رو حل کنی. کیوردای مثلا قارشناسی شاید کلا 2 تا برگ آشار بشه، یا مال مثلا باکتری 5-6 تا برگ بشه. حالا تجربه خودم یعنی خودم اینا نشستم در آوردم، دیدم که مثلا آزمون که شما دادین مثلا 14 تا سوال باکتری شناسیشو راحت میشد پاسخ داد، کاملا تکراری. من حتما بهتون میگم بذار اینطوری تکراری نه، ایده های مشابه این بهتره. ایده های مشابه فکر کنم به تکراری ان دیگه فقط آره سوالا رو میخونن. نه با ایده های مشابه بود، درست میگوسین. آره برای همین توصیه میکنم سوالا کار کنین، این سوالا بهتون کمک کنه کیورد هم پیدا کنین، میتونه خیلی براتون مفید باشه از این بابت. درس بعدیمون درس بیوشیمی.
بیوشیمی بخوایم بچه حالا بیوشیمی ارائهش توی دانشکده ما، حالا دانشکده هم قطعا باید بشه دیگه تا حدودی ما یه بحث سلول مولکول داشتیم، دیسیپلین داشتیم، حالا دو تا درس جدا بیوشیمی هورمون و بیوشیمی کلی هم داشتیم که اون کلی حالا تو سوال آز بود پخش در نظر بگیریم و اونقدر سوال طرح نمیشه واسه برای خود این سه مطلب دیگه. من بخوام بهتون بگم اینا رو خیلی راحت بچه‌ها میتونید با کتابای کمک درسی، کتابایی که داره سوالاشو کامل جواب بدین حتی و نمونه سوالا. ولی خب مشکلی که داره بچه‌ها چون خیلی ها یادشون رفته این درس رو، سختی این درس این بچه‌ها بیسشون ضعیف‌تره. آره دقیقاً. وگرنه اصلا برن سمتش آره. سختشون میشه برن سمتش. اصلا سوالاش سخت نیست. اصلا سوالاش سخت نیستش. یه بیس حداقلی داشته باشن درس دانشگاهتون، یه مطالعه یکم تایم بذارین، واقعا سوالاش واقعا آسونه، میتونی حل بکنی. دقیقاً مثل قبلی ها کیورد داره، کیوردهای خیلی هم روتینه، این تکرار شده و به دفعات مکرر اومده. سوالات علوم پایه خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. حتی من یادم مثلا از یه زمانی ما بودجه آزمونی که داده بودن یه سری مطالب مثلا از بودجه آزمون حذف بود، مثلا بحث نوکلیک اسیدها، ولی خب دقیقاً اون سوال برای ما اومد، اصلا اون سوال حذفی بودش. آره. و خب چون من یک بار شانسی تو نمونه سوال دیده بودم، از قضا اون روز شانس آوردم اون سوال رو درست زدم. شاید مثلا 2-3 شب قبلش. از اون سوال ما همیشه رد می‌کنم، گفتم واسه ما نیستش دیگه، واسه آزمون قبلی. به همین بهتون میگم حتما این نگاهی به سوالا داشته باشین. من خودم یادم میاد فکر کنم یه غلط داشتم بیوشیمی، یه غلط داشتم بیوشیمی. اون یه غلطی هم که داشتم توی یکی از کتاب کمک درسی بود. جالبه. خب من اونو بدون دقت خونده بودم و اساس حالا اون موقع تو حافظه‌ام هم نبود. ولی حتی بهتون میگم با کتاب کمک درسی تا حد خیلی خوب اصلا رفرنس به شما لازم نیستش. یه بیس حداقلی با سوالات و کتابا نمره خیلی بالایی هم میتونید بگید، ولی بعد گفتم شرطش اینه که کامل مسلط بشین مطلب. میتونیم بگیم درس بیوشیمی درسی که همه سوالش تکراریه، سوال جدید طرح نمیشه. با اینطور همه نه، ولی مثلا 95 درصد یعنی هر چند سال یک بار پیش میاد سوالهای مشابه. گفتم سوال تکراری بچه اینکه از 2 ساعت سال کپی پیست کنه اصلا. آره. سوال با ایده مشابه. دقیقاً. پس میتونیم بگیم هر 2-3 سال یک بار پیش میاد که یک سوال جدید طرح شه. سوالات جدید همیشه جدید طرح میشه، ولی آره. ولی اون ایده که خیلی جدید باشه واقعا به ندرت پیش میاد. آره بدون نکته مشابه، بدون ایده مشابه. خب یک درسی که میدونم تو هم توش خیلی خوب هستی، درس زبان انگلیسی. ببین بچه‌ها زبان ما واقعا من خیلی کار کردم، واقعا زبان سختی بود. اصلا من غلطای 4 تا غلط داشتم خودم. اصلا غلطا به زبان ترمینولوژی ربط نداشت. اون بحث زبان عمومیش بود که خیلی مشکل احساس شده بود. ریدینگ کامپریهنشنش به شدت سخت بود. من خودم اعتراض نمی‌شم ولی خب قبول نشد و سوالش بسیار سخت بود. ریدینگاش واقعا حرفه‌ای بود. ریدینگای عادی نبودش و حالا دو تا وکابولری من غلط زده بودم. من بهتون توصیه می‌کنم بچه‌ها من اشتباهی کردم اصلا سوال دوره قبل با دقت تحلیل نمی‌کردم. یه دو فقط سرسری رد کرده بودم 600-700 تا تست دیگه. آره. ولی اگه اونا رو به جای که همین خودتون رو درگیر چیزای دیگه، حالا ترمینولوژی که باز درس دانشگاهتونه، اونا که زبانش خوبه ترمینولوژی خوب یادشون میمونه، ولی برای بحث زبان عمومی سعی کن حتما سوالات آزمون رو تحلیل بکنی، ریدینگ‌های آزمون رو تحلیل بکنی، حتی به جای اینکه خیلی خودتون رو درگیر مطالب منابع مختلف بکنین، با همون رو میتونید نمره خیلی خوبی از زبان بگیرید با هر سطح زبانی که دارین. ولی یه تحلیل درست چه مثلا شروع کنید 3-4 ماه قبل آزمون شبیه 5 تا تست 10 تا تست 15 تا تست، ولی درست تحلیلش بکنی. حالا تحلیل‌های خیلی حرفه‌ای هم لازم نیست، درمون که آقا مثلا سوال نکتهش چی بوده اینا رو تکرار کنید که بعد نکات رو دور بکنید بدون نمره خیلی خوبی در زبان بگید. در کل اونایی که بیس زبانشون بهتره میتونن نتیجه اونقدر واسه کار واسهشون سخت نیستش، چون گفتم بچه‌ها توی این آزمون اصلا اختلاف انگار تمایز بچه‌ها توی زبان ترمینولوژی نیست، همه ترمینولوژیش خیلی روتین بود، بیشتر زبان عمومیه. حالا بچه‌ای که زبانشون بهتره خب میگم توی این قضیه راحت‌تر، ولی اونایی که بچه‌ها بیس زبانتون حالا به هر دلیلی یکم پایین‌تره زیاد خودتون رو با منابع مختلف مشغول نکنید تا هم بگیم همین تست‌ها ایده‌های مشابه سرمایه‌گذاری کنید تا هم بذارید میتونید نتیجه خوبی بگیرید، ولی گفتم تحلیل درست داشته باشید. آره من خودم مثلا یادم زمان آزمون علوم پایه ما یه چند تا جزء تو اینترنت پخش شده بود که حالا اومدن کلمات رو دسته‌بندی کردن و مرتب کردن و اینا. بعد من همینا اومدم بررسی کردم، هم چند تا نمونه سالهای قبل رو مثلا مال 3 سال قبل رو بررسی کردم. دیدم نمونه سالهای قبل رو بررسی می‌کنی از یک جایی به بعد کلماتش داره تکراری میشه
ولی میدونم اون جزوه یه کلماتی داره که مثلا توی حل سوالات اصلا به کارم نیومده. یعنی بچه‌ها به نظرم بگیرن همون سوالات رو بررسی کنن، کلمات اونا رو برای خودشون در بیارن، خیلی بیشتر میتونه کمک کننده باشه تا مثلا کتاب مدیکال ترمینولوژی رو باز کنن، بخش وکبلش رو بخونن. خب بریم سراغ درس سلامت و بهداشت، بعدش هم بریم سراغ اپیدمی. برای این درسش کار کردی؟ سلامت و بهداشت راستیتش من خب رفرنس عوض شده بود بکنم. رفرنس عوض شده بود. رفرنسی هم که بود مال استاد دانشکده خودمون بود و خب ما ترم یک همون کتابو داشتیم، 8 فصلش ما امتحان داده بودیم. خب من با کتاب آشنایی داشتم و خب از کتابای کمک‌گشتی موقع خب چون جدید بود مثلا هر چی مطالب می‌خوندم متوجه نمی‌شدم، مجبور شدم یه نگاه کتاب بخونم یه دور دیگه و سوالاتی هم که طرح شده واقعا سوالات روتینی بود. آره سوالات روتینی بود خیلی، چون کتاب کلا کتاب ساده‌تر شد نسبت به آزمون رفرنس قبلی، بسیار مطالب قابل فهم‌تر خیلیاش حذف شده، مطالب حفظیاتیش و کلا راحت بودش، اونقدر اصلا سختی نداشتش و با هم کتابای کمک ده. حالا تستا چون چند سری تکرار میشه، زمان ما فقط یه نمونه سوال با آزمون قبلی ما، الان چون چند سری سوالا تکرار میشه یه نگاه بکنید سوالات متوجه میشین در چه جهت دنده تر شده خیلی سوالات. آره دیگه تعدادش رفته بالا، الان دیگه 4 تا آزمون برگزار، 3 تا آزمون برگزار شده دیگه. شما خودت ترم 4 این درس رو که شروع کردی بخوندن؟ درس متفاوت شروع کردم. آره همون یک ماه آخره. برای درس اپیدمی چطور؟ اپیدمی ما خدا رو شکر ترم 4 داشتیم، تازه خونده بودم درسشو و با کتاب کمک داشتی کافی، از کافی هم کافی درات میتونی نمره خیلی خوبی بگیری. حتی کامل من یه غلط داشتم ولی میتونی من اونو عوض کردم ولی میتونی باهاش نمره کامل بگیری، واقعا اصلا سخت نیست. برای اپیدمی شما تستا سوالات از کی بررسی کردی؟ ساعت تو هم فرجه وقت نکردم واسه امتحانات تو دانشگاه خودم چون خیلی امتحانات فشرده آره. بود. به فرجه ترم 4 هم ترم سنگینه نسبتا توی مشهد و اکثر سوالاشو بررسی کردی؟ همش اونایی که بوده از سال 93 به بعد از دیگه تو اون بانکی که من داشتم دیگه همش دیگه تقریبا اصلا 93 بود بکنم. خیلی هم عالی. بعد برای عمومی‌ها معارف و انقلاب تو فرجه کافی. اون فرجه کافیه. صحبت بیشتر هم درباره‌اش کافیه. خب نمونه سوال نبود واسه ما. من یادم میاد که از این محصول کتاب گرفته بودیم. خواسته سوالاش هیچ ربطی نداشت به سوالات آزمون. من خودم ترجمه میگم بچه این اومده و الان هم که برای بچه‌ها رفرنس عوض شده برگشته اون کتاب قبلی. خب بهتر شما پس الان چون نمونه سوالات داریم همون نمونه سوالا رو بخونن. نمونه سوالا کافیه واقعا. چون ببینید کلا حالا چون من اون کتابی که ما داشتیم قرار بود برای ما باشه از همین رفرنس که الان برای شما بوده اومده بود. مطالبش من نگاه می‌کردم اونقدر مطالب سخت مثل دینی زمان کنکور میمونه. مثل مطالب حالا بیسیکی که مال حالا یعنی بچه‌ها اصلا نگرانش نباشن، یعنی اصلا نگران خوندن اون رفرنس اصلی نباشن، اما فرجه آخر بگیرن کتابای کمک درسی یا خلاصه‌های موجود رو بخونن کافیه براش. کافی. هیچ نگرانی بیشتری نداره. صحبت بیشتری هم نداره. نه من چون خودم حالا اینو من یه دور رفرنسشو خوندم، جفت درسشو خوندم چون عوض شده بود برای شما دیگه مجبور بودم. آره. چون کتابای بقیه هم خیلی چیزی متوجه نمیشد. بعد چون یه سری قسمتش تاریخی بود واقعا شروع کرد از انقلاب فرانسه گفته بودش و اینا سلسله بعد میخوند تا چون فقط کلید واژه حفظ کنی متوجه نمیشه. و با همون تونستم مثلا من فکر کنم معارف کامل زده بودم. یه غلط داشتم نه یه غلط داشتم و همون کافی بود واقعا. بچه خودتون اذیت نکنید. شما من نمونه سوالم داره خیلی زیاد همونا رو روش سرمایه‌گذاری کنید به نظرم بهتره. خیلی ممنون. خب سوالات بخش اولمون تمام شد. بریم دیگه سراغ سوالات بچه‌ها. اولین سوالی که پرسیدن مشاوره داشتی یا نه؟ نه. به نظرم شما نیازم نداشتی واقعا. نه ولی خب بچه من ببینید حالا اگه مثلا مشاوره یه چیزی صرف مشاوره نه بگن بچهای سال اولی من خیلی میپرسیدم سوال مختلف از هر زمینه تو حتی علوم، ولی اونجا که صرف مشاوره نه اون چیزی تعریف از مشاوره تو ذهن همه ما نه. به نظر این مشاوره‌ای که توی فضای مجازی شده این مسابقه‌ای که ضبط میشه و اینا خیلی کمک کننده است برای بچه‌ها. اونقدر شاید نیاز به مشاوره نداشته باشه. شاید یکی به سمت درس خوندن نره برای اون حالت مشاوره داشتن و گزارش کار نوشتن اینجور چیزا. من خودم کار مشاوره کار میکنم ها زمین علوم‌های ولی دیگه به هر حال هر کس بس به نیازش. آره. سوال دومی که پرسیدن
آزمون آزمایشی شرکت کردی؟ من 2 تا آزمون آخر ثبت نام کردم ولی شرکت نکردم. سوال بعدی که پرسیدن، حالا چه الان چه اون زمان، من که میدونم آدم برنامه‌ریزی هستی کلا توی زندگی، ولی نوشتن آیا دفتر برنامه‌ریزی، بولت جورنال یا چک لیستی داشتی و داری؟ آره من دارم و به این صورتی که کارا رو می‌نویسم توش دیگه مثل عادی، ولی اون که بخوام تایم خیلی برنامه محدود بکنم نه اصلا. یعنی مثلا ساعت مطالعه اون روزو حالا تیم مختلفی توشه دیگه، حالا به قسمت درسی دوست داری یکم بیشتر روش توضیح بدی؟ ببین کلا کارهای مختلفی که آدم طی روز میکنه دیگه، مثلا من قراره این تایم برم بیرون مثلا این کارا رو انجام بدم، یه قسمتش درس خوندن مثل بقیه اون چک لیستایی که میذارم همین در همین، وگرنه خیلی صرف درسی نیست. سوال بعدی که پرسیدن، حل سوالات علوم پایه از چه سالی انجام دادی؟ منظورشون یعنی از سال 93 به بعد سوالو حل کردی؟ یا مثلا از 93 به بعد از ترم اول به رتبه شدن فکر میکردی؟ فکر کردم میخواستم واقعا آزمون خوب بدم ولی اینطوری صرف اینطوری که چی؟ میگه صرفی که بخوام خودم خیلی اذیت بکنم واسه آزمون، ولی جزء هدفا بود. بهش فکر میکردم که آزمون خوب بدم. معدل چقدر برات اهمیت داشت؟ معدل برای من اهمیت داره، من میگم و سعی کنم واقعا تا جایی که دستم برمیاد نمره خوبی بگیرم و تا جایی که شد واقعا، ولی کلا مهمه. ما خدا رو شکر همیشه میگم واقعا بهبودی خیلی خوبی داره این بچه‌های ما، واقعا لحاظ درسی خیلی بچه‌های قوی توی ورودیتون هستن. واقعا اصلا کار واقعا سخته. حالا صرف درسی هم که نه، ولی کلا کلیش بخوام بگم بچه بودی خیلی خوبی داره، بچه خیلی باهوش، با استعداد، با سواد و مطالعه و آدم لذت میبره واقعا تو اینجا. رقابت خوبی است. رقابت خوبی واقعا آدم لذت میبره. آزمون شهریور 402 آزمونی بود که تاثیر معدل مثبت بود. این برای تو هم اعمال شد؟ نه، من با حالا دوست من زحمت کشید، حسینم میشناستش، یه کار نگاه یه باتی طراحی کرده بود، حالا بر اساس بچه احتمالاتی میخوام معدل اعمال کنن هر جورو در نظر گرفته بود. من قرار بود فکر کنم ما با من 186 شدم دیگه، خب با معدل قرار بود مثلا بشه 190 191 و خب هم 186 برای من اصلا تاثیر نداشت، حتما برای من شاید برای یه نفری خیلی جالبه. منم باکس گذاشته بودم، سوال پرسیده دادم، خیلی میگفتن تاثیر نداشته، بعد بعضی اومدن پیوی پرسیده بودن که چرا این برای ما تاثیر منفی داشته. خیلی جالب بود. حالا بحثی که بعدا باید سرش صحبت بشه. سوال بعدی اینه که خلاصه نویسی داشتی؟ ببین من کلا آدمیم که بد خط، یعنی بعد که می‌نویسم نمیتونم بخونمشون، ولی به یادگیری کمک میکنه. یعنی این همون خوندنی که این خوندنی تا یه چیزی جایی بهم کمک میکنه و طبقه بندی بشه. بعد یه جا خوندم که آدم هر بار که یه چیزی رو می‌نویسه معادل اینه که 7 بار داره اونو میخونه. خیلی جالب بود. البته بستگی داره، مثلا بعضی وقتا فقط دارم گوش میدم و می‌نویسم، مثلا هیچ تمرکزی ندارم رو کار، ولی اگه تمرکز داشته باشین یادداشت کنین خیلی مفید میتونه براتون باشه. من تو کارهای حالا توی اون دورای درسی ما میشه ترم انجام میدم، ولی برای آزمون چون خیلی حجم کار بالا بود سرعت خیلی میگیره. اونقدر نه. اصلا اون خلاصه نویسی که داشتی تونستی حالا استفاده کنی؟ نه. گفتم نتونستم بخونم. بعد برای چه درسی انجام دادی توی ترم 4؟ برای ترم 4 اگه بخوام مثلا اون کلی بگم، مثلا برای فیزیولوژی یکم داشتم که خلاصه نویسی داشتم. حالا من خودم برای درس معارف انقلاب مثلا تاریخا اینجوری نبود که یه چیزی خلاصه بنویسم، فقط اون نکاتی که سخت بود یادگیری برام همونو می‌نوشتم. حالا رو گفتم مثلا توی انقلاب همون تاریخا من نیاز داشتم یادآوری بشه برام، توی برگه جدا نوشته بودم، یا توی مثلا بیوشیمی یک سری مثلا گلیکولیز و اینجور چیزا نوشته بودم، خیلی کمک کننده بود. ما خود بودم یکی از بچه‌هامون خلاصه‌ای داشت مال ورودی قبلیمون، 2 تا ورودی قبلیمون دستشون در نکنه، توی خیلی خوبی هم داشتن توی آزمون اروپا، توی 4 بودنشون و خلاصه ایشون هم بود، خیلی عالی بود واقعا. من از اونم استفاده می‌کردم. آره من یادمه ما هم بچه‌هامون از به اصطلاح ورودی قبل خلاصه داشتن، اونها هم در اختیار ما قرار داده بودن
اونم خیلی مفید بودش. من خودم از خلاصه بقیه استفاده می‌کنم ولی خلاصه خودم نه کمتر پیش اومد. خب سوال بعد اینه که از کی جدی برای علوم پایه شروع کردی به درس خوندن و چجوری با درس‌های دانشگاه هندلش می‌کردی؟ من بخوام جدیش که از هم زمان فورجی داریم شروع کردن اصلیم تقریبا یادمه ترم 4 که شروع شما. خب ترم 4 مون انگار از وسط اسفند نرفت، از انگار دیگه تا 2 هفته آخر بهمن روزی کردن، از اول اسفند دیگه کم دانشگاه تقلب بود تا آخر 1 ماه و نیم اونو سعی کردم درس‌های اصلی رو 1 دور مطالعه داشته باشم. اونجا بعدم که دیگه حالا جسته گریخته بود که دیگه اصلش ولی از همون زمان فورج. حالا منظور بچه‌ها اینه که مثلا خب ترم 4 ویروس شناسی نداریم. ویروس شناسی مثلا توی ترم 4 از کی شروع کرده بخوندن؟ توی همون بازی که گفتم اون 1 ماه و نیمی که داشتم. همون 1 ماه و نیم آخر. سوال بعد اینه که به نظر کسی که تا الان فقط شب امتحانی خونده برای معدلی حدودا مثلا 15 داره چقدر زمان نیاز داره تا اینکه بتونه 2.5% بشه؟ 12 هفته میگم. 12 هفته. حالا اگه بخواد مثلا 12 هفته که دیگه وقت بذاره واقعا. مثلا روزی 6 ساعت داره. چقدر زمان نیاز داره که رنک 1 یا 2 یا 3 بشه؟ اون واقعا به بیسی که با معدل 15 خیلی زمان بره. دقیقاً 2-3 برابر همین 12 هفته که گفتم. کار زمان بره ولی اگه معدل خوب داشته باشن میشه واقعا. درباره زمان آزمون علوم پایه خودت چند دور درس ها مرور کردی؟ من بخوام بگم فکر کنم 2 دور تو فورجم بود، 1 دورم پراکنده مثلا اونایی که گفتم سعی کردم تو ترم 4 نگاه بزنم. بعد برای مرور کردنت برنامه بازیادآوری چجوری بوده؟ ببینیم من این توصیه بهش بهتون میکنم چون کلا ببین این امتحان مثلا اونایی که چون عمده کار این پروژه توی زمان فورج است دیگه، شما این موقع واقعا آخر فورج هیچ یادتون نیست خیلی. شما خودم اذیت کننده من خودم یادم شب امتحان اصلا باکتری حس کردم خالی ذهنم هیچی. شروع کردم حالا یک از کتابای کمک آموزشی بود این باکس‌ها رو داشت جون اونو میخوندم خیالم راحت شد تو اینقدر تون میخوام تو 1 ساعت 2 ساعت همشو خوندم و رفتم امتحان رو دادم. اینقدر امتحان ساده بود اصلا لازم نبود این حد، ولی این حس خیلی بهتون دست داد. فکر می‌کنی هیچ یادش اصلا همچی ذهنیت نداشته باشی. سعی کن تو دور کردنتون کمالگرا نباشی میگی من دوباره باید همه اون کتابا رو کار کنم. به هیچ عنوان از آزمون‌های استفاده کنی، مخصوصا آزمون‌های همون قطبتون که قراره سوالات طرح کنه، آزمون‌های دندون نزدیک، آزمون بچه دندون پزشکی، بچه پزشکی آزمون دندون پزشکی نزدیک رو کار کنی حتما و سعی کن از مطالب خلاصه استفاده کن. به هیچ عنوان نگران نباش که ببین دوباره کلی کتابا رو اصلا لازم فقط خلاصه اونا تو ذهن شما حک شده. موقع آزمون شما اون کیوردها تو صورت سوال ببینید دوباره به ذهنتون میاد. اصلا تو دور کردنتون استرس نداشته باشید که فکر کنید چیزی از ذهنتون رفته. یعنی بچه‌ها بیان اگه استرس هم داشتن یا آزمونی از خودشون بگیرن که استرسشون بیاد پایین‌تر ببینن نمرهشون خوبه، یا هم برن نهایتاً همون هایلایت ها یا خلاصه‌های موجودی که هست تو اینترنت اونا بخونن کافیه. هیچ نیاز نیست دوباره یک درس مثلا فیزیولوژی کتابشو 2 بار کامل بخونم. جمع‌بندیت از کی بود و با چی؟ جمع‌بندی رو که من به صورت نهایی بخوام بگم از 10 روز آخر فورجه فکر کنم 10 روز 9 روز آخر فورجه و همین اشتباه بزرگی که من کردم که الان به بچه‌ها توصیه بکنم که کار نکنین. بس اینکه من می‌خواستم توی زمان دوباره جمع‌بندی تو دوباره شروع کنم همه رو از اول بخوام، اصلا همچین کاری بچه‌ها نکن. اصلا شما اگه تا حالا اون برنامه‌ای که گفتم درست اجرا کرده باشی سعی کنید تو فورجتون آزمون زدن رو که قبل شروع کردین شروع کنید به سراغ مطالبی ایراد دارین. مثلا شما آناتومی مثال میزنم، شما تنه رو بلدین، اندام هم بلدین، خب دیگه شروع نکنید موقع جنبندی از تنه و اندام شروع کنید، برید مثلا سراغ 2 تا مبحث ایراد داره میشه سرگردن نور آناتومی، اونا رو اول کاور کنید، ابهاماتتون رو برطرف کنید. چون دوره اون مطالبی که بلدین مثل اندام و تنه توی هم آزمونایی که میزنین انجام میشه، اون خود به خود دوره میشه، ولی اون مباحثی که ایراد داره اینه که هنوز هیچ به قول من رفعش به صورت نگرفته. سعی کنید اینو حتما تو دوران جنبندیتون بر اساس ایراداتتون عمل بکن. اصلا لازم نیست 0 تا 100 دوره بکن. اشتباهی که من کردم انجام نده که استرس حجم استرس زیادی هم بهتون وارد نشه. پس بچه‌ها بیان همون قسمت‌هایی که مشکل دارن اونا هم بیشتر سعی کنن با همون هایلایت‌ها یا خلاصه‌ها همچین حالتی مرور کنن. اون قسمت‌ها هم که یاد دارن حالا با آزمونایی که
از خودشون میگیرن خود به خود مرور میشه، نیاز نیست زیاد نگرانشون باشن. یه سوال الان به ذهنم رسید، شب آخر چجوری بود برات؟ شب آخر من گفتم میشه من یه استرس گرفتم باکتری یادم رفت شروع کردم یه کتابی بود باکساش همه توضیحات باکتری رو کامل خوندم و خب یکم از استرسم رفت شد. بعدا رفتم فقط امتحان اصلا هیچ کدوم از اونام لازم نبود. باکتری خدا رو شکر خیلی آسون. و همین بهتون بچه‌ها میگم شما یادتون باشه اون یکی دو شب آخر امتحان مثلا بچه‌ای که کمی بیشتر خوندن کمی متمرکزتر بودن واسه آزمون خیلی حجم استرس بالا بهشون وارد میشه. که فکر کنم من هیچ یادم نیست اصلا همچی فکری نکنین. سعی کنین تو اون ایام جنبندی گفتم خلاصه ها رو دوره کنین، بخش ایراداتتون خلاصه لازم نیست اصلا کتابای 0 تا 100 کار کنید به هیچ عنوان و نگران اینم که یادم رفته نباشه. شما به محض که فردا سر جلسه آزمون کیورد های سوال بدید کامل و اطلاعات بازیابی میشه توی ذهنتون. خوابت هم خوب بود شب آخر؟ خیلی عالی بود. خیلی هم عالی. توصیه آخری که برای بچه‌ها داری؟ بچه‌ها من توصیه‌ام اینه که سعی کنید آزمون اگه بخواید دنبال یک نمره خوب و قابل قبول برای آزمون اروپایتون هستین سعی کنید یک دور آزمون اروپایی قبل فرجه کار کرده باشین. حالا اصلا مهم نیست تو چه بازه زمانیه، یه دور با سوالات آشنایی داشته باشین که توی زمان فرجه به صورت متمرکزتر مطالعه داشته باشین، نه که کسی هیچ آشنایی با آزمون نداره وقتی وارد زمان فرجه میشین حجم عمده از اون تایم فرجه‌تون سردرگم هستین که چیکار باید بکنین. سعی کنید با آشنایی قبلی دو آزمون مطالبشو مطالعه کرده باشین، سوالاشو دیده باشین، وارد تایم فرجه‌تون بشین تا بتونید خیلی متمرکزتر عمل کنید و قطعا یه نمره خوبی هم کسب بکنید. یعنی اول کاری از خودشون یه آزمون بگیرن؟ آره نه من نمیگم یه آزمون بگیرن، من میگم مثلا آقا شما سعی کنید از همون ترم 4 پراکنده آناتومی رو بخونید، تستاشو نگاه کرده باشین، فیزیولوژی هم اینطور. حتی تا اگه تونستی حالا یه درس واقعا درس فرجه‌ای من 4 تا درس آخر که گفتم ولی یه درس دیگه درس ماژور حد اقلش یک دور توی قبل از فرجه اینا کار کرده باشین، سوالاتشو مطالبشو کاری ندارم چقدرش یاد گرفتین، آشنا باشین به فرمت سوالات، به اینکه کجا باید وقت بذارین، تمرکز بیشتری لازم داره که تو زمان فرجه بتونه براتون مفید واقع باشه. مطالعه بچه امیدوارم این جلسه براتون مفید واقع شده باشه و جواب سوالاتون رو گرفته باشین. یوسف جان خیلی از هم تشکر می‌کنم این جلسه اومدی، دعوت ما رو قبول کردی، انشالله توی تمام مراحل زندگیت موفق باشی. خواهش می‌کنم. بچه‌ها بهترین ها آرزومندم اصلا استرس آزمون رو نداشته باشین، قطعا نتیجه خواهیم گرفت. یه مطالعه بعد کافی واقعا نمیخواد خودتون رو اذیت بکنین داشته باشین، بهترین نحو آزمون رو پس خواهیم کرد و مقاطع بعدی رو با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت. براتون بهترین ها آرزومندم. انشالله زود میبینیمتون. خدا نگهدار.